ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. ҳозир агар ягон суруду клип бошад, то охир гӯш мекунед. наворҳои исломӣ бошад, гӯш намекунед. эҳтиромона хоҳиш мекунем то охир гӯш кунед. фоида мекунеду зарар не. худованд нигаҳбонатон, дастгириро фаромӯш накунед. гӯш мекунем, ба худ фоида мегирем. در وقتی نماز خون بینی روان شد چکیده نشد نماز بریده می شود یا نه؟ وقتی که از بینی خون بیاد در درون نماز شما پی برده که خون آمدی ساده است، انگشترین خودتان اندازه. اگر نوک انگشترینتان سرخ شد این خون، این پایان من از سختی پایان بینی آمد. تارت شما شکست، بنابراین بینی تان تپه بیرون برآورده تارت کنید، نماز تان آمده تانی ایسر کنید یا که دوامش میکنید و استعداد شما دو وابسته است. چکیدن او به زمین شرط نیست. وقتی که در همین پایان بینی آمد جای ملایمی بینی ده تارت میشکند. ایشان محترم، من یک خانم می باشم از ریان قرغان تپه و از خداوند سلامتی شما را همیشه طلب دارم و می خواهم که شما چون چراغ تابان برای ما همیشه باشید و راه دین را برای ما بندگان روشن نمایید. و سوال دارم، شوهرم 4 سال شده است که بررسی رفته است، اما به من و فرزندانم یگان بار هم پول روان نمی کند. وقتی که پدر من از دنیا گذشت قصورم آمد، به جای همدردی بیان کردن با من گفت که تو را به جای بچه هم طلاق کردم، رو شوهر دیگر کن. آیا این از نظر اسلام درست است؟ ولی من شوهر خودم را انتظارم، شوهر کردن نمی خواهم و می خواهم فرزندانم پیرو اسلام باشند، اما دستی نارسا دارم. از شما دعا طلب دارم برای فرزندانم، یک خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، اولا پروردگار شوهر شما را ناموس عطا فرماید که یاد شما و فرزندانش کند. خطاب میکنم جوانای عزیز، در خانه شما را همسراتان انتظار است، در خانه شما را فرزنداتان انتظار است. شما نباید با مشغول شدن به فاحشگی، با مشغول شدن معیشت با زنهای افلاسی بدین همسرای خود فراموش کنید. این جوان مردی نیست، این بیناموسی است، این دیوسی است. خدایا شما را انصاف دهد که خدمتی که در آن عذاب میکشید برای خاطر نفقه اهل و عیالتان باشد، نه برای عیاشی، نه برای فاحشگیتان. و دیگر خواهر عزیز، با آن سخنی که قصور شما گفته است شما طلاق نمیشوید، زیرا که طلاق شما در اختیار شوهر شماست. اگر شوهر با پدرش اجازت دهد که از جانب من همسر من را طلاق کن، آن وقت میتواند پدر چیلینش طلاق کند. و الا اگر شوهر شما از این خبر نداشته باشد، با این گفت سخنی خسرتان شما طلاق نمیشوید. انشاءالله در انتظار شوهرتان باشید. امید دارم که شاید این صدای من روز او شده بود، باز ناموسی انسانیش و ناموسی جوان مردیش به جوش بیاد و به یاد شما شود و به سراغ شما بیاد. ولی استادانم در وقتی نام پیغمبر را گرفتن سرخم میکردند، یعنی تعظیم میکردند و من هم میکردم. بعد از شنیدن سخن شما توبه کردم. آیا خداوند مرا میبخشیده باشد و میخواهم در حق خودم و طالبه های من دعا میکردید، شاید دعای شما اجابت میشد. و از خدا طلب دارم که شما و خاندان شما را در پناه خود نگه دارد. با احترام خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، پروردگار شما را و مانند شما بارین خواهرای اسلامی و مادرای اسلامی را شمارشان صفشان زاید کند که همسایه های خدا، دوگانه های خدا، هم قشلاق های خدا برای راست هدایت نمایند و از فحشا و از بیعفتی و بیناموسی و از بیحیایی اونها را نگه دارند. سوالی که شما درباره تعظیم نام پیغمبر شنیدن کردید،
این سوال است که در بین اکثر ملاها و ایشانها بحث دارد، اما یگان که اونها برای تعظیم کردن دلیل ندارند. من با باوری کامل از بالای این منبر رسول اکرم میگویم، یعنی برای تعظیم کردن، سرخم کردن در وقت شنیدن نام پیغمبر یا نام الله دلیل ندارند، نه از قرآن و نه از حدیث نه از کتاب معتبر فقهی. بنابر خاطر آن که این مسئله آخر به عصبیت کشید، ما اینو در یک محفل با بزرگان یک صحبت شد، ما من کردیم اونها از روی عصبیت و نادانی جاهلی طرفدار بودند به دلیل که امروز هم باز ترغیب کردی استادن بر قصد ما. خوب برای من زیانی نیست، به خودشان از زیان. میخواهم از کتاب با شما عزیزان بیان کنم. البته مانند این کتاب ها بسیار هست، اما فقط من از کتابی که برای همه دسترس هست، مجموعه الفتاوا که مؤلف او مولانا عبدالحی است و در حواشی خلاصه نوشته شده است که اکثر شما دارید، از همون نوشتم. اگرچه در این باب موضوعات خدا رحمت کنه البانی هم هست، در دیگر کتاب ها هم هست. استفتاء، این سوال خود رو که می‌فرمایند علمای دین در این مسئله که تقبیل ابهامین در زمان ما مروج است. تقبیل گفته نه، در وقتی اذان بعضی موسیقی‌دار می دستاشو پایت کرده چشماشون رو می‌مالن. ببینید گاه شما هم میکنید. آیا در وقتی اذان این جایز است یا نه؟ این یک سوال. جواب: این تقبیل را در بعض کتاب‌های فقه مستحب نوشته است، مثل کتاب کنز العباد و جامع الرموز شرح مختصر، ولیکن در کتاب‌های معتبره و متداوله نشانه از آن نیست و آن کتاب که در آن این مسئله مذکور است غیر معتبر است، یعنی کتابی که در نزد محققان اعتبار ندارد، کتاب کنز العباد و جامع الرموز و فتاوای محیط. از این وجه که در آنها رطب و یابس بلا تنقیح جمع شده است، یعنی اونها کتابی هستند که تر خشک، ضعیف و صحیح و دروغ و راست همش جمع کردگی هستند، زیرا که مؤلفاشون محقق نیستند. و احادیثی که فقها در این باب نقل میکنند هیچ کدام اونها صحیح نیست، بلکه موضوعند. و این چنین ملا علی قاری در موضوعات نوشته است. علی قاری این هم یکی از علماهای محقق حنیفی مذهبند، مختصر شرح کردگی هستند، مشکات شرح کردگی هستند، فقه اکبر شرح کردگی هستند. نوشته است یعنی بوسه کردن دو انگشت و به چشم مالیدن آن اصل ندارد، یعنی این در اسلام نیست، نه پیغمبر خدا کرده است، نه صحابگان کردند، نه تابعین کرده است، نه حضرت امام اعظم کرده است. باور کنید. و به چشم مالیدن آن اصل ندارد. و این چنین در وقت شنیدن نام الله و یا نام رسول خدا خود را جنبانیدن، اینم اصل ندارد. صحابه رسول اکرم پیغمبر خدا را نامش میگرفتن، هیچ کدامش این تو نمیکردن. یا در وقت اذان در مسجد بودن یا در خانه نام پروردگار بلند میشد، هیچ کدام جان این تو نمیکردن. باور کنید اینا از اسلام نیستن. زیرا که تعظیم الله، تعظیم خدا به ثنا گفتن است و به ذکر است. پروردگار تعظیمش به جل جلاله گفتن است. وقتی که نام خدا رو میشنوی جل جلاله گو، یعنی جل جلاله گفتن است. و احترام رسول اکرم به درود گفتن است، نه به جنبانیدن سر. مجموعه الفتاوا صحیفه 327. عزیزان من بعضی طالب علم در اینجا هستند، بعضی شاید اهل علم هستند، هر مسئله من پرسم صحبت کنم اینا از من صحیفش از کتاب میپرسند. جوانای خوب، حالا شما بر وقت است، شما وظیفتان خواندن است، کتاب بینی است. انشاءالله وقتی که عالم شدید کتاب بسیار دیدن گرفتید، خود این مسئله ها پیشتان برآمدن میگیرد. کدام سوال یک وقتی از من پرسید است که شما گفته که
پوشیدن لباس سیاه سنت است، رسول اکرم است. از رد المختار نقل کرده. رد المختار این در کدام کتابش است و در کدام صحیفش است. وقتی که شما نمیدانید که همین مبحث لباس در کتاب می شود، ندانید، شما دعوای ملایی کردن تا نمی ارزد. جوان خوب، اگر جوان باشی لیکن ملا باشی، یعنی شما وقتی که من درباره لباس گفتم، شما از رد المختار باید کتاب کراهت خانه که در اونجا فصل لباس است، در اون فصل عقل است، و در اون فصل خانه‌داری است، به اون مراجعت کنید، گفتگی منو میابید. والا این در همه کتاب ها کتاب لباس است. شما صحیح مسلم نگاه کنه، صحیح بخاری نگاه کنه، در واقع کتاب به نام لباس هست. هر مسئله را از کتاب خود شما تابع. شاید کتاب لباس سیاه پوشیدن از کتاب طهارت مختصر کن که نیافتی تطریح عورت دار. اون خوبانی انشاءالله خدا تو را علم تیاد آینده ملا میشوی، صبر کنالی. فقط پیشواها چیزی که میگویند قبول کردن گیر. باز تکرار میکنم که این در صحیفه 327 در مجموع الفتاوا. خوب من باز این البانی رو نآوردم، موضوعات او را، امام کاشانی رو قولش نآوردم، دیگر مؤلفایی که در این باب نوشته هستند سخن اونها رو نآوردم. بنابر خواهر عزیز، خوب تا این وقتی نمیدانستی تعظیم میکردی، انشاءالله از پروردگار که استغفار کردی خدا گناه تو رو میگذرد. من گمان میکنم که تو به امید ثواب تعظیم میکردی، برای این خدا تو رو مؤاخذه نمیکند انشاءالله. خواهر عزیز اسلامی، در وقتی نماز خون بینی روان شد، چکیده نشد، نماز بریده میشود یا نه؟ وقتی که از بینی خون بیاد، در درون نماز شما پای برده که خون آمدی ساده است، انگشترین خودتان اندازه. اگر نوک انگشترین تان سرخ شد، این خون، این پایان من از سختی پایان بینی آمد، طهارت شما شکست. بنابراین بینی تان قطعه بیرون برآورده، طهارت کنید، نماز تان آمده ثانیه ایسر خوانید یا که دوامش میخونید و استعداد شما دو وابسته است. چکیدن او به زمین شرط نیست. وقتی که در همین پایان بینی آمد، جای ملایمی بینی ده، طهارت میشکند. زن به اجازت شوهر برآمده رفت به خانه والدین خود. مرد او را سراغ نکرد. بعد 4 ماه مرد میخواهد زندگی کند. زن حامله دار است، اما زن نمیخواهد. این چی میشده باشد در نظر شریعت؟ خوب، جوان خوب، اولش که اگر زن به اجازت شما برآمده رفته باشد، شما او را پیش نکرده باشید، شما او را مثلا برآمده را و گفته به نیت طلاق نگفته باشید، وای در برآمدنش خودش گناهگار است، همسر شما گناهگار شده است. بنابر این 4 ماه هم که شما سراغ نکردید او را، البته این کمبودی از شما هم هست، ما هم که شما او را سراغ نکردید، این کمبودی از شما هم شده است. اما اگر رفت و در باب طلاق گویید، او زن طلاق شدگی نیست، وای همسر شما هست، روید شما همسرتان به خانه بیارید. خواه حامله دار است، خواه حامله دار نیست، وای طلاق شدگی نیست، وای همسر شما هست، وای شوهر کرده نمیتواند. بنابر شما روید همسرتان بیارید، به او فهمانید که او طلاق شدگی نیست، او همسر شما هست. بنابر این 4 ماهی که شما او را نفقه ندادید، اگر به سبب قهر کردن رفتن او باشد، نفقه وای در گردن شما واجب نیست، مینا رفته بیارید زندگی تان ادامه دهید. ساکن شهر دوشنبه التماس جواب دهید. السلام علیکم حضرت ایشان، من از شما خواهش دارم که در تفسیر این آیه کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر برای ما صحبت میکردید. زیرا بعضی برادران یافت میشود که هم نماز بخوانند، باز زنا و عرق مینوشند. خواهشمندم به این سوال من عمیق‌تر جواب دهید. در آخر در حق من طالب علم دعای خیر کنید. خوب جوان عزیز، خدا علم شما را زاید گرداند و استعداد و ذهن شما را باز روشن‌تر و کاملتر گرداند که در آینده برای مسلمان ها پیشوای مناسب باشید. دستگیری رو فراموش نکنید. وقتی که من این سخنها رو میشنوم که شخصی نمازخوان زنا میکند یا عرق میکند مینوشد، خودی شنیدن این سوال من ناراحت میکند. من باور نمیکنم که او با خدا راز میگوید.
او طهارت میکنه در مسجد یا در خانه و پروردگار خود راز میگوید و بعد از انجام نماز باز در جای خلوت گناه میکنه.